بعد از لوله کشی داخل سرویس، روی لوله ها رو با نخاله پر نکنیم. به این صورت قالب ببندین، روش خاک نرم یا ماسه بریزین تا ضربه نخورن. به جای کاشی‌های کوچیک قدیمی از کاشی‌های بزرگ و استب استفاده کنین. مسیر رد شدن لوله فاضلابو به این صورت میتونین کاور کنین و باکس در بیارین تا کاربردی باشه. کف حموم رو 5 سانت پایین‌تر بردارین و یک کفشور خطی بذارین و به وسیله شیشه میتونین حموم رو جدا کنین تا پخش آب نداشته باشین. به جای فرنگی زمینی از والهنگ استفاده کنین که هم تمیزکاری راحت‌تر انجام بشه و جای جمع شدن سوست نباشه و از بالای والهنگ به عنوان جای اکسسوری استفاده بشه. با گذاشتن درب میتونید سرویس رو از روشویی جدا کنید که این کاملا سلیقه‌ایه. از روشویی‌های باکسی و دیواری استفاده کنیم برای نظافت و زیبایی بهتر و میتونید از کاسه توکار استفاده کنید که زیبایی بیشتری داره.